داداش یه چالش برات دارم، اگه نتونی انجامش بدی بعد 1 تومن به من بدی و اگه تونستی انجامش بدی 1 تومن من به تو بد میدم. پس برو به این سراغ چالش دادش. بهش قموی بگو چه چالشیه. 3 تا اتاق داریم. داخل اتاق اولیش یه قاتل با یه اسلحه، در اتاق دومی پر آتیش، اتاق سومی یه شیر که 3 ماه غذا نخورده. تو کدوم اتاق میری که زنده بمونی؟ ببینن چی کار میکنی داداش. کوچه یه چند بلا فکر کنم. من اتاق دومی انتخاب میکنم که 2 تا کوچه که قاتل رو شب بکشنم. جواب من اینه. جوابت غلط بود، چون شیری که 3 ماه غذا نخورده مرده.